هر که انبوه گشت سیم و زرش، زر نباریده ز آسمان به سرش. ناز نفست گر نکو بنگری در او بینی، یا خودش دوز بوده یا پدرم. ناکس آق مجتبی خامنه ای رو میگی؟ نه خیر، گفتم یا خودش دوز بوده یا پدرش، نگفتم هم خودش دوز بوده هم پدرش. خب پس همه فهمیدن داری خالیبافو میگی که کجا آورده که یه قلم 650 میلیارد تومان رشوه میده که حسابش رو نکنم. کسی چه میدونه های دکتر؟ شاید از حقوق شهرداری پس انداز کرده باشه. منم هرچی نگاه میکنم باورم نمیشه که گاو با علف یه همچی هیکلی به هم زده باشه. صحبت گاو و هیکل و خالیباف شد، این هنوز از راه نرسیده، میخواد بپره به روحانی ولی فک کل نظام رو میاره پایین. خب دیگه سگ دعوای مجلس و دولت واسه مقام عظما عین اینه که پشه رو صورت خودش کشته باشه. پشه رو میکشه اما بالاخره یک سیلی آبدار خوابونده تو پک و پوز خوده. آیا تو گفت مشکل مدیریت کشور اینه که توی این 30 خورده سال گذشته به راهنمودهای امام راحل توجه نکردن. این مشنگ حالیش نیست که اینطوری داره میکوبه تو پوز مقام عظما. حالیش که نیست. الانم اگه ازش بپرسی که کدوم راهنمود چشاش دور درجا میزنه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه داشت گریه میکرد میگفت خیلی پشیمونم، کاش به نصیحت بابام گوش کرده بودم. گفتم مگه چی میگفت؟ گفت من چه میدونم، من که گوش نمیکردم. دکتر شما چرا 4 تا راهنمود نمیدین که نظام الهی تو این دست اندازه نیفته؟ راهنمودو میدم ولی کون صاحب شعوری که قدرشو بدونه تشکر کنه، نه اینکه یه چیزی بارم کنه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که طرف کنار دیوونه خونه پنچر کرد، زد کنار که پنچرگیری بکنه، وسط کار یه ماشینی زد همه این مهرهای چرخاره که چیده بود رو زمین ریخت تو جوب آب برد. کلافه اومد ماشین رو ول کنه بره مهره بخره. یکی از اون دیوونه ها از پشت نرده گفت نمیخواد بری بخری، از هر کدوم از 3 تا چرخ دیگه یه مهره باز کن ببند، با این 3 تا مهره برو تا تعمیرگاه. طرف دید عجب کله‌ای داره ای، گفت تو رو با این هوشت چرا تو دیوونه خونه انداختنت؟ یارو گفت مشنگ من مدیر اینجا، دیوونم 7 جد و آبادته. روشن شد یا نه؟ آیه دکتر یه لحظه اجازه بدین، شما میدونین چرا پنگوانا بی سوادن؟ چون تو قطب شمال همش برف میاد مدرسهشون تعطیل میشه. شرمندم ولی اگر بازم سوالی داشتین بپرسین، با من راحت باشین. اعتماد به نفس بعضی اگه خلال دندون داشت میشد تنه درخت. تو میدونی اصلا چرا تا حالا زنده موندی؟ چون این یخبازیاتو جلو دوربین در میاری که من دستم بسته است. روشن شد یا برفستم قطب شمال پیش همون پنگوانا. که دستتون بسته است. آی دکتر اینطوری میزنین، اگه باز بود چه کار میکردین؟ ادامه سوالا. آی دکتر این زیر درای آب انداختن اون چی بود که همه دارن مسخرمون میکنن بریشمون این که باز خوب زیر دریاییه میره زیر آب دیگه بالا نمیاد، گندش هم در نمیاد، همونجا میمونه، کسی نمیفهمه چی بود. اون موشکای کره‌ای رو بگو که او حاجی زاده مشک هی هوا میکنه به اسم موشکای خودمون. عمه آقای خالیباف هم میفهمه که نظام ما که دگمه لباس رو باید از چین وارد بکنه دم به موشک هم نمیتونه بسازه، چه برسه به خود موشک. میشه آش نخورده و دهن سوخته، فقط تمدید تحریماش واسه ما میمونه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه رفت خارج کنار یه ماشین اشلبونا تو خیابون عکس انداخت، زیرش نوشت من و ماشین جدیدم یهویی. بعد ماشین دزدی از آب در اومد، الان طرف تو زندانه. آیه دکتر سپاه هواپیمای مسافری رو زد، وقتی گندش در اومد گفت خطای انسانی. تازه هنوز همه گندش در نیومده، بازم جا داره. الان هم که نافشه خودمون رو لتو پا کردن گفتن خطای انسانی. یعنی کسی نمیفهمه که چاخانه که همش خطای انسانی از سر کرومون میره بالا. تا 5 دفعه جا داره. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم بله
میفرمودن که شاگرد مشنگ به معلمش گفت داییم فوت کرده بود، به خاطر همین امتحان رو خراب کردم. معلم گفت تو 3 بار داری همینو میگی. مشنگ گفت من 5 تا دایی دارم، اگه جون اون 2 تای دیگه برات مهمه نمره رو بده تا برم. آقای دکتر برمیگردم به یک عرصه دیگه از خودزنی و خطای انسانی. بعد از شکست‌های مفتضانه در مسیر رئیس جمهور شدن، مقام عظما برای خواهرزاده خانمش خجسته خانم، یعنی خالیبافو میگی خالیبافو که خواهرزاده خانم براش سنگ تمام گذاشت، مجلس رو داد دستش. های همچین دکتر توفه‌ای هم نداده دستش، گذاشته اونجا واسه نوکری خودش. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمدن که یارو تو جشن تولد پسرش یک سویچ ماشین آخرین مدل با یه روبان شیک اومد بهش هدیه داد. گفت از این به بعد با این میری. بعد پسر ذوق‌برگ شد، گفت بابا جون برام ماشین خریدی؟ گفت نه، روبانو باز کن با همین سویچ تو حیاط دور بزن. آقای دکتر ولی مجلس خیلی ولاییه، همه پاسدار. خب رئیسش هم باید یکی مثل همین خالیباف باشه. آره مجلسش که خیلی ولاییه. شنیدی ژاپنیا یه دستگاه دزدگیر پیشرفته ساختن، تو آمریکا امتحان کردن، 1 ساعت 7 تا دزد گرفت. بردن تو استرالیا 2 ساعت 10 تا، کانادا 1 ساعت 8 تا. آوردنش تو همین مجلس قالیباف، تو همون دقیقه اول خود دستگاه رو دزدیدن. دکتر مجلس قبلی میخواست تحقیق و تفحص کنه راجع به یکی از دزدی‌های همین آقای قالیباف که با رشوه حل و فصل کرد، الان خودش شده سر مجلس. آره دیگه، کلا تحقیق و تفحص این چیزا رو حل و فصل میکنه، میمالونه بره. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه گفت یه مجله خوندم که توش از ضررهای سیگار نوشته بود، انقدر ترسیدم که دیگه تصمیم قطعی خودم رو گرفتم. گفتم که یعنی دیگه سیگار نمیکشی؟ گفت نه دیگه مجله نمیخونم. آقای دکتر میگن استراتژی انقباض رهنمود شما بوده. آره. این چه چاله‌ای بود؟ چاله که چه عرض کنم، این چه چایی بود که عظما رو هل دادین تو؟ قربون برم، راهنمود استراتژیکی من درست بود، ولی رفت تو دم و دستگاه عظما تبدیل شد به دولت جوان حزب اللهی. بعدم گفت الگوی قاسم سلیمانی که معلوم نیست کجاش به جو میخوره، 66 ساله و مرده. حرف خوبم که بزنی باید ببینی کی ور میداره اون حرفو، چطوری ور میداره حرف تو. آدم بدشاست که بگه میشه یه کمی رشد بکنی، قد و بالا میگه شرمنده نمیتونم، مو میگه اصلا حرفشم نزن، اما شکم میگه نوکرتم، رو چشم در جا رشدشو میکنه. روشن شد یه همچه بزنم که کت و کولت رشد بکنه. آقای دکتر من در آخر برنامه میزنم به سیم آخر رو میگم شما برین لبنیاتی باز کنین با این تحلیلای همش کشکتون. بیشی میرم ناکس لبنیاتی که صد شرف داره به این برنامه تو. برنامه تو رو اگه بخوام